مثلا چند سال کلاس بیان رفتی؟ جفت پا میام تو صورتت. مجید جانی سوال ازت دارم. بگو اشتباه گفتی. 2 سواله. این خودش 2 سوال. تهیه کننده این برنامه کی بوده که اینو گذاشته مجری؟ رم عوض کنی. گی میدونی چیه؟ که کسی که مقام بالا داره میگن گی. برای دختر مردم کار. تو شیر نخوری. نون شب نداشتیم بخوریم مجید. نون صبح میخوردیم. حسن داره خندم میاد. خیلی برنامه شخمیه. متاسفم اومدم تو برنامه. خیلی ضعیف بود. پر جمعیت بودی. عیالواری نبود، گله‌داری بود. من حفام. شیطان گفت بخورش. این ناچار یه گاز زد و ما به گاراژ رفتیم همون. جونشو داری بگم یا نه؟ الان کار تو مثلا سخت‌تره یا کار خواننده؟ صداش پخش میشد، مردم میگفتن آقا سیم افتاده، این فیلم میگه شلوارش افتاده. اصلا شبیه خواننده ها نیست سیاوش قمیشی، بیشتر شبیه معلم پرورشی هست. دیدین؟ حدود 50 ساله با یه یقه اسکی داره میخونه. نمیشه بیای دوباره. مرسی که اومدی. اما کم پول دادی. ای نگو اصلا. بابا تموم شد، رممون تموم شد.